در تمام زبانهای دنیا ضمیر مذکر مؤنث داری. در عربی خوب گوش بدین، هو ضمیر مذکر یا مؤنث؟ هو مذکره. هی چطور؟ مؤنث. در انگلیسی مذکر مؤنث داری، هی و شی. هی ضمیر چیه؟ مذکره. شی چی؟ مؤنث. در تمام زبانهای دنیا بین مذکر و مؤنث تفاوت قائل شدن و ضمیر مؤنث غیر ضمیر مذکره. حالا یه چیز میخوام بهت بگم. در زبان فارسی وقتی که او به مذکر میگه به مؤنث هر دو هست. هر دو هست. فرق میکنه؟ نه. یه آقا اوه، یه خانوم هم اوه. وقتی میگه او مذکر مؤنث داره یا نه؟ نه دیگه، هر دو اطلاق میشه. حالا در فارسی بین مذکر مؤنث در ضمائر فرق هست؟ راست بگو. نه دیگه، او. اما در عربی هیه هو، شی شی، انت انته. پس یگان زبانی که در دنیا وجود داره و مذکر مؤنث فرقی نداره. این فرهنگ هست یا نه؟ این لغت از فرهنگ ریشه گرفته. همه زبان ها تا اونجا که من، تو شاید بعض زبان ها باشه، من نه، من تا اونجا که من چند تا زبان ها رو دیدم مذکر مؤنث داره.